استان لرستان با پهناوری 31383 کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران واقع شده و مرکز آن خرم‌آباد است. مردم لرستان با منش‌ها و کنش‌هایی که از نیاکان آریایی خویش به ارث بردند، قسمتی از فرهنگ اصیل ایران را پاسداری می‌کنند. بیمارستان 140 تخت خوابی خرم‌آباد وابسته به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران. این بیمارستان که در زمینی به وسعت 53,000 متر مربع از طرف جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران بنا گردیده، دارای بخش‌های رادیولوژی، آزمایشگاه، درمانگاه‌های تخصصی، زنان و زایمان، جراحی عمومی و کودکان، جراحی استخوان و بخش سوانح و حوادث است. گشایش مرکز بررسی و تحقیقات پوستی وابسته به جمعیت کمک به جذامیان. این مرکز شناسایی و درمان بیماران جذامی استانهای لرستان، کرمانشاهان، کردستان، همدان، ایلام و خوزستان را زیر پوشش خود قرار داده است. این مجموعه پزشکی دارای بخش‌های تنظیم خانواده، بهداشت مادر و کودک و آزمایشگاه نیز می باشد. پرده برداری و بازدید از بازارچه آقا میرزا رضای خرم‌آباد. این بازارچه که بر اثر دگرگونی‌های قبل از شاهنشاهی پر افتخار پهلوی بافت اصیل خود را به تدریج از دست داده و به کلی متروک شده بود، با کمک‌های دولت و خودیاری مردم بار دیگر احیا، مرمت و بازسازی گردید. ورزشگاه سنتی خرم‌آباد موسوم به زورخانه حاج اسدالله. این ورزشگاه که ابتدا حمام متروکه‌ای بیش نبود، به فرمان اعلیحضرت شهبانو و اهدای 2,500,000 ریال از طرف معظم لها به یک مرکز ورزش باستانی و پرورش جوانمردی مبدل گردید. کانونی که دلیرانی پرهیزکار و پهلوانانی شایسته خدمتگزاری به شاهنشاه و میهن عزیز پرورش می‌دهد. اعلیحضرت شهبانو طی بیانات جامعی در جلسه مشترک نمایندگان مردم لرستان می‌فرمایند: در اینجا باز هم تکرار می‌کنم که شاهنشاه هنگام صدور اوامرشان همیشه به انجمن‌های ملی و به امر سپردن کار مردم به مردم علاقه نشان داده‌اند. تشریف فرمایی به دژ شاهپورخواست معروف به قلعه فلک الافلاک و گشایش موزه مرحمتی شهبانوی ایران. موزه مرحمتی شهبانوی ایران که در یکی از تالارهای دژ شاهپورخواست قرار دارد، شامل 2 قسمت و متشکل از 80 قطعه مفرق و 60 قطعه از صنایع فلزی دوره اسلامی است که توسط شهبانوی ایران از سراسر جهان برای ایران خریداری شده است. مفرق‌های موجود در این موزه مربوط به 3000 تا 700 سال قبل از میلاد مسیح و اشیاء فلزی مربوط به دوران‌های سلجوقی، صفویه و قاجاریه است. در این موزه 9 ویترین به مفرق‌های لرستان و 8 ویترین به آثار دوره اسلامی اختصاص دارد. دژ شاهپورخواست به دستور شاهپور اول بنا گردیده و به زمان اسلام با تجدید و تعمیر بنا تغییراتی در معماری آن داده شده است. دژ شاهپورخواست در حال حاضر به یک مرکز فرهنگی شامل موزه مردم شناسی، کتابخانه و مرکز اسناد و آمار تبدیل گردیده است. بازدید از طرح سلسله در دره تنگ اولیا. طرح سلسله که 2 سال پیش به فرمان شاهنشاه آریامهر برای مردم این منطقه برنامه‌ریزی گردیده، به طور کلی 4 هدف اصلی دارد: تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم، آدمسازی و آدمپروری، آموزش کلی مهارت‌های لازم برای منطقه و ایجاد مکانیزم‌های مشارکت برای حل مسائل روستاییان به دست خودشان و تعیین راه آینده. در این بازدید شهبانوی ایران خطاب به مردم یاران طرح سلسله می‌فرمایند
کمک مردم یاران به برادران و خواهران خود که قبلا آموزش‌های لازم را دیده‌اند مهم و حائز اهمیت است. خوشبختانه وظیفه ایرانی بودن حکم می‌کند که با طرح سلسله مردم یاران دانش‌ها و آموزش‌ها را فرا گیرند و آموخته‌های خود را به جوانان روستاهای خود بیاموزند. اردوی مدارس عشایری لرستان واقع در شمال خرم‌آباد. در اردوی تربیتی دانش آموزان عشایر لرستان که از طرف طرح توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی عشایر این استان تشکیل شده، 2000 نفر از فرزندان عشایر متحرک و نیمه متحرک شرکت دارند. دانش آموزان عشایری در حالی که هر یک از آنان شناسنامه معلومات خود را تحت عنوان چیزهایی که میدانم به گردن آویختند، علاوه بر خواندن اشعار مختلف ملی و میهنی، کنفرانس‌های مختلفی درباره شعرا و بزرگان تاریخ ایران اجرا می‌کنند. برنامه سوادآموزی ضربتی در لرستان در سال 2532 با همکاری اداره کل تعلیمات عشایری کشور در 30 کلاس آغاز شد و اینک با برخورداری از 263 نفر معلم، 6310 دانش آموز زیر پوشش سوادآموزی قرار دارند. شرکت سهامی زراعی شیروان که یکی از 5 شرکت سهامی زراعی در سطح استان است، در 18 کیلومتری راه بروجرد به خرم‌آباد قرار دارد. این شرکت همکنون دارای 14 میلیون و 143 هزار ریال سرمایه است و با 301 نفر سهامدار سطح 2026 هکتار از اراضی مزروعی را زیر کشت غلات، حبوبات، آفتابگردان و چغندر قند قرار داده است. دیدار از مسجد سلطانی بروجرد. این مسجد 7710 متر مربع مساحت و 4565 متر مربع زیر بنا دارد. در جریان این دیدار نمایشگاه علائم و نشانه‌های مذهبی که با همکاری مرکز مردم شناسی ایران و اداره فرهنگ و هنر بروجرد تشکیل یافته مورد بازدید قرار می‌گیرد. بقعه امامزاده جعفر بروجرد از آثار تاریخی دوره سلجوقی است که شکلی مخروطی دارد و بلندی گنبد آن به 25 متر میرسد. به روایتی نام مدفون در این بقعه جعفر ابن حسن از اعقاب حضرت علی علیه السلام است.